خب آقا چه خبر از این جدایی سام و بریتنی؟ تا اینجای کار که خب همه اتفاقاتی که افتاده بود توضیح دادم، پلیلیستش رو این بالا میذارم توی دیسکریپشن هم هستش. اما اتفاقی که دیروز افتاده، 2 تا اتفاق، یکی راجع به سام و یکی راجع به بریتنی اسپیرز. راجع به سام بچه‌ها، گویا یک خانم دیزاینری به اسم، بذارین بخونم اسمشو، مورگان اوسمن وجود داره که تو سال 2017 گویا این خانم با سام در ارتباط بوده و سال 2017 زمانی بوده که اولردی سام و بریتنی با هم وارد ارتباط شده بودن و سر قرار میرفتن و این خانم یه پست رو توی اینستاگرام میذاره که البته بعد دیلیتش میکنه و توی اون پست که عکسشو دارید اینجا میبینید، عکس خودش و سامه که دارن حالا همدیگر رو میبوسن. این پست رو گذاشته بوده و دیلیتش میکنه و مدعی بوده که خب ویدیو و عکس و این چیزا از رابطه خودش و سام داره و همچنین ادعا کرده که سام از بریتنی داره سوء استفاده میکنه و بعد در ادامه گفته که این خانم که من نمیدونم چرا همه دارن به من حمله میکنن، در حالی که اونی که خائنه سامه که داره خیانت میکنه. واقعا دارم برای بریتنی میسوزه چون که به نظرم بریتنی آدم خوبی میاد. و بچه‌ها حالا این پست برای قبلا این اتفاق افتاده بودش، اما خب الان و طی این اتفاقاتی که این اخیر افتاده دوباره ریسرفیس شده و دوباره همه دارن راجبش صحبت میکنن. و یه طرفداری توی توییتر راجب این پست صحبت کرده و نوشته که یادتون میاد وقتی که سام اسقری به بریتنی خیانت کرد با این خانم مورگان اوسمن و حتی این خانم عکس و ویدیو هم نشون داد و ما اولردی میدونیم که اینی که خائنه کیه، برعکس اون چیزی که TMZ داره ادعا میکنه که بریتنی اسپیرز به سام اسقری خیانت کرده با افراد متعدد. حتی من امروز یکی از بچه‌ها میگفت با خلبان و با نگهدارنده اسب و با چند نفر رو گفت که با اونا خیانت کرده و فلان، ولی من حقیقتا خیلی گشتم ولی تو هیچ خبرگزاری اینو ندیدم. یعنی اگه شما دیدید خواهش میکنم اون خبرگزاری، اون هر چی که هستش که دیدید منبعش رو برای من تو کامنت چیز کنید، بفرستید. اگه لینک لطفا دایرکت اینستاگرامم بفرستید، اینجا نفرستید لینکو. ولی من پیدا نکردم حقیقتا، خیلی هم سرچ کردم، حالا نمیدونم این اصلا کجا اومده حرفش. ولی حالا به هر حال که خود سام این ادعا رو داشت که بریتنی بهش خیانت کرده دیگه، با حالا نوشته بود با یکی از استاف خونه، حالا با یکی از افرادی که براشون کار میکنه. اما این آقا گفته که از همون ابتدا، همون سال 2017 سام داشته خیانت میکرده، عکس و ویدیو هم ازش رو شده. بعد حالا الان همه دارن چی حرف سامو مثلا باور میکنن. ولی خب وقتی که این موضوع رو این خانم رو کرد که مثلا با سام در ارتباط بوده و فلان، برام جالبه. خب خود بریتنی احتمالاً هیچ ریاکشن خاصی نداشته دیگه، یعنی در واقع با سام مونده. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده، چجوری تونسته سام اینو توجیه بکنه که با یه نفر دیگه هم در ارتباط بوده و اون خانم ادعا کرده که با همن حتی عکس گذاشته، نمیدونم چجوری اینو توجیه کرده واسه بریتنی، شاید اصلا برای بریتنی مهم نبود. و خب این موضوعی که در ارتباط با سام یه جورایی حالت ترندینگ پیدا کرده که جای مختلف دارن راجعش صحبت میکنن. ولی خب میگم مال قدیمه دیگه، حالا الان دوباره ریسرفیسش کردن و هی دارن راجبش حرف میزنن. یه موضوع دیگه ای برمیگرده به پستی که دیروز بریتنی دیشب توی اینستاگرام گذاشت. 2 تا پست گذاشت، یه ذره پستای عجیب غریبیه، آدم نمیدونه چه احساسی باید نسبت بهش داشته باشه. یکیشو که نمیتونم باز بکنم چون خب به خاطر قوانین یوتیوب چون لباس تنش نیسینا نمیشه. اون یکیشم با چند تا پسره که دارید میبینید و نوشته که دوستاشن، یعنی تو کپشن نوشته که وقتی که با دوستات میری سر قرار رو میبینیشون 1 ساعت رانندگی میکنی و بعد باید صبر کنی توی ماشین ولی باید بری دستشویی. و اینم میدونم که یه نفر به اینا خبر داده بود که من اینجام، برای اینکه ماشینی که من استفاده کردم ماشینی بود که تا حالا هیچ وقت استفاده نکرده بودم، پس یه نفر به پاپاراتزیا خبر داده که من دارم کجا میرم و فلان و منو دنبال کرد. و نوشته که این مالیبو کانیون رود یکی از خطرناکترین جاده هاست که توش رانندگی کردم. حالا یه کسی مثل من اینجا چی کار میکنه؟ من لباس سبزمو پوشیدم و رفتم خونه دوستام، پسرای مورد علاقمم دعوت کردم، با خودم بردم و کل شبو بازی کردیم، played all night، اونم با کپس لاک بزرگ. من فازشو واقعا نمیفهمم، نمیتونم درک بکنم اینجا منظورش چیه و اینا.
ولی گفتم با شما شیر کنم ببینم نظر شما چیه، چه فکری میکنین. خب نمیدونیم دقیقا چرا این کارو کرده، ولی حدسی که من میزنم میتونه برای این باشه که بخواد مثلا هرس سمو در بیاره یا مثلا یه کاری کنه حسودیش بشه. چون حتی تو این ویدیو بچه‌ها اگه دقت بکنید این آدم واقعا نمیدونم انگار حالا داره چی کار میکنه، پاشو بوس میکنه یا هر کار دیگه که داره میکنه، ولی بریتنی ذره میبینید خودشو میکشه عقب انگار. بیشتر به نظر میاد داره این جستو میگیره که لجه شاید سمو در بیاره. نمیدونم، نظر من اینه، ولی واقعا نمیدونیم چی تو ذهن بریتنی میگذره. چرا باید مثلا بعد از اینکه این اتهام بهش زده میشه که با اعضای ممبر استاف خونه در ارتباط بوده، ازش فیلم گرفتن و فلان، مثلا بعد یه همچین پستی بذاره که با چند تا پسره و نمیدونم منظورش چی بوده، چه قصدی داره، ولی خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم چه فکری میکنی. و بذاریم ببینیم بچه‌ها چیز خود سم چی استوری چیزی نذاشت؟ نه این دیگه چی نگفته دیگه. خیلی دیگه این داستان واقعا دارک و عجیب غریبیه. یعنی از ابتداش عجیب غریب بود، هی هم داره هر لحظه عجیب تر میشه. اما خب حالا تا حالا چیزی که مشخص شده اینه که با وجود اینکه سم اسمیت دنبال پول بود و میخواست پول از بریتنی بگیره، با اینکه گفت نه نمیخوام، ولی بعد دروغش رو شد که میخواسته به خاطر اینکه برگاه طلاق خب اومد رو شد و منتشر شد و فلان. اما با این وجود گویا چیزی بهش تعلق نمیگیره، مگه اینکه از همون سیستم پیش بره که بخواد تهدید و اینا بکنه که مثلا بریتنی مجبور بشه بهش یه پولی بده که آبروش نره توی رسانه و پیش مردم. در غیر این صورت گویا هیچ پولی بهش تعلق نخواهد گرفت. واقعا انقدر علامت سوال توی این داستان اینا زیاد و بزرگه که یه جورایی دیگه من دارم تسلیم میشم که دیگه کاور خاصی راجع به این مطلب نداشته باشم، چون پر از علامت سواله و اصلا از سر و تهش دیگه معلوم نیست چی به چیه. تنها چیزی که مشخص شده تا الان این بوده که خب سام از اول هم این پوله رو میخواسته دیگه، چون در انتها ضایع شد دیگه. اینش یه چیز خب حالت فکت پیدا کرد، به خاطر اینکه ما سند و مدرک پیدا کردیم از برگاه طلاق که گفته بود پول نمیخوام ولی پول میخواست. این یه چیزیه که تنها چیزی که میتونیم با فکت بگیم درسته همین موضوعه، ولی اینکه دیگه این به این خیانت کرده اون به این خیانت کرده واقعا معلوم نیست و به نظر میاد احتمالاً جفتشون به هم دیگه خیانت کردن. حالا میگم اینا واسه هیچ کدوم مدرک محکم پسند و قابل قبولی واسه هیچ کدوم وجود نداره، حدس و گمانه، ولی خیلی دیگه کاملا یه موضوع پیچیده و در هم برهمی شده که نمیشه واقعا دیگه نمیشه نه به هیچ کدومشون حق مثلا مسلم داد و نه بگیم که تقصیر گردن یه نفر کامل. نظر شما چیه؟ این هم از ویدیوی کوتاه امشب بچه‌ها، اتفاقی که افتاده. خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم، اگه نظر خاصی دارین حتما بنویسید. ویدیوی فردا که راجع به زندیا و تام هالنده، مراقب خودتون باشید.